عزت‌الله بابویف راننده 39 ساله اتوبوس رقم 43 که روز 14 سپتامبر سال 2022 در پی بدرفتاری نسبت به یک مسافر از کار رانده شد، همچنین از جانب کارمندان میلیس دستگیر و با قرار دادگاه نویه فردوسی به 7 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که بابویف علیشیر عزت‌اللهویچ سال تولدش 1983 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه بوربات راننده اتوبوس خطسیر رقم 43 رقم قید دولتیش 9951 ت 05 از جانب کارمندان میلیس شهر دوشنبه برای بدرفتاری با مسافران دستگیر کرده شد. صحنه 14 سپتامبر سال جاری نوار لحظه دغل رفتاری نام برده با مسافران در شبکه‌های اجتماعی نشر گردید که مورد واکنش شدید شهروندان قرار گرفت. ضمن سنجش معین گردید که حادثه مذکور صحنه 13 سپتامبر تقریبا ساعت 11:30 رخ داده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به بابویف علیشیر طبق طلبات ماده 460 مایده اوباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده از جانب دادگاه نویه فردوسی نسبت به نام برده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 7 شبانه روز تعیین کرده شد.